ارزش خدمت الترناتیوی در ارتش تاجیکستان را که یک ماه طول خواهد کشید معین کردند. بنا به قرار نو حکومت تاجیکستان، نرخ این نوی خدمت سربازی 420 نشان دهنده برای حساب ها است که به 25200 سامانه برابر می باشد. در این باره سامانه ارتجی روز 16 اوگوست خبر داده نوشت قرار حکومت را پرزیدنت کشور امامعلی رحمان هنوز 30 ایول امضا کرده بود، ولی آن نو دسترسی رسانه ها شد. یادآور می شویم که تاجیکستان قانون درباره عهدهداری های حربی و خدمت حربی را در پایان ماه ینوری امسال اصلاح کرد و موافق آن مفهوم خدمت الترناتیوی جاری شد. بنابر آن هر سال تا 10% جوانان سینی خدمت به ارتش جلب شده، آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند با پرداخت مبلغ و تمرین یک ماه صاحب بلیط حربی خواهند شد. شماره جوانانی که خدمت الترناتیوی را میتوانند سپری کنند هر سال از طرف حکومت معین میگردد. جوانانی که پول خدمت الترناتیوی را پرداختند ولی در موسم دعوت به ارتش برایشان جای نمیرسد، در موسم دیگر آنها را با خدمت یک ماه میگیرند. تا آن زمان نفرانی که پول خدمت الترناتیوی را پرداختند به ارتش برده نمیشوند. بنا به تغییرات وارد شده به قانون سربازی، جوانانی که کافدرای نظامی را ختم میکنند تنها پس از 12 ماه خدمت در ارتش صاحب رتبه افسر احتیاطی خواهند شد. در گذشته ختم کرده های دانشگاه هایی که دارای کافدرای حربی بودند با اشتراک در دوره های 40 روزه صاحب بلیط حربی شده رتبه می گرفتند. من بعد تنها شخصان به مقامات پروکراتور، سود، مبارزه با کروپسیا، گمرک و خدمات اجرا به کار قبول کرده می شوند که خدمت حربی کردند. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیر ماه جوانانی از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب می کنند که در این دوره ها ده ها حالت بازور یا ابله بردن جوانان به ارتش رسانه‌ای می شود.